شما بینندگان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. دانیال هستم از سری برنامه‌های گام بعدی در خدمت شما عزیزان هستم به همراه خاله لویز مخوف. خاله لویز خیلی خوش آمدید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما هم. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی باعث افتخار در کنار شما بتونم این خدمت رو انجام بدم. مرسی دانیال جان، هم خدمت شما هم خدمت بینندگان عزیز. سلامی گرم از این استودیوی واقعا گرم به دوستان عزیز هر جایی که هستید. وقتتون بخیر باشه. در خوشی و سلامتی خداوند زندگی بکنید. حقیقتا نور خدا راهنمای راهتون باشه. آمین آمین. امروز عزیزان میخوایم در رابطه با ادعاهای عیسی مسیح صحبت بکنیم که به طور خاص که مسیح میگه که من شبان نیکو هستم. میخوایم به این موضوع بپردازیم همراه خواهر لویز عزیز. اما اگه اجازه بدید من قبلش چند تا آیه بخونم و بعد این مبحث رو شروع بکنیم. در انجیل یوحنا باب 10 آیه 11 عیسی مسیح میگه که من شبان نیکو هستم. شبان نیکو جان خود را در راه گوسفندان مینهد. و اما در آیه 14 او میگه که من شبان نیکو هستم، من گوسفندان خود را میشناسم و گوسفندان من را میشناسند. همان گونه که پدر مرا میشناسد و من پدر را میشناسم، من جان خود را در راه گوسفندان مینهم. گوسفندانی دیگر نیز دارم که از این آغل نیستند. آنها را نیز باید بیاورم و آنها نیز به صدای من گوش فرا خواهند داد. آنگاه یک گله خواهند شد با یک شبان. همونطور که گفتید موضوع شبان نیکوه. بله بله. البته این ادعا در انجیل یوحنا فقط هستش. منظورم تو عهد جدیده. در اناجیل فقط در انجیل یوحنا به این مسئله اشاره کرده. شاید تعجب بکنید ولی اینجا باز عیسی طبیعت الهی خودش، اون الوهیت خودش رو بگید چه ربطی داره به شبانی؟ چرا شبان؟ مسئله دیگه ای نبود خودش رو به اون تشبیه کنه؟ حتما دلیلی هست. البته این اولین بار نیست که در کتاب مقدس ما به کلمه شبان برمیخوریم و یا اینکه خدا خودش رو مثل شبان معرفی بکنه. ما در مزمور 23 یک باب بسیار معروفی داریم که اغلب من نمیدونم چرا تو مراسم ترحیم اینو میخونن. برای زندگی روزانه به قول معروف این یکی از اون مزامیری هست، از اون جاهای کتاب مقدسه که واقعا طلاییه میتونم بگم، چون خیلی واقعا اون اهمیت شبان بودن خدا رو در زندگی روزانه ما برای ما تشریح میکنه. همطور که گفتم مزمور 23 در مورد شبان صحبت میکنه. در کتاب زکریا باب 13، عبرانیان باب 13، اول پتروس باب 2، اول پتروس باب 5، همه اینها در مورد شبان و شبانی صحبت میکنه. پس این کلمه یک مفهوم آشنایی در روش نوشتاری در اون نثر کتاب مقدس. بهترین جایی که البته در مورد نیکو بودن این شبان خوب صحبت میکنه همونطور که گفتم مزمور 23 هست که کامل توضیح میده این رو. ولی آیه ای رو که خوندید شما در باب 10 انجیل یوحنا آیه 16 اینه که تأکید بکنم وقتی که این صحبت رو میکنه عیسی خیلی آشکارا داره میگه که فقط شبان قوم یهود نیست بلکه شبان تمامی بشر. برای اینکه میگه یه گوسفنداری دارم که از این آغل نیستن و باید اینا رو به نام بخوانم. چندین نکته بسیار جالب در مورد شبان و شبانی هست که اگر اجازه بدید یه مقدار اینو باز بکنیم. برای اینکه این موضوع رو خوب بفهمیم بهتر ما به 6 تا آیه مزمور 23 خوب دقت کنیم. همون اول این مزمور برمیگرده میگه خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم. مرتعهای سبز مرا میخواباند، نزد آبهای راحت مرا رهبری میکند، جان منو برمیگرداند، به خاطر نام خود به راههای عدالت هدایتم میکند. چون در وادی سایه موت نیز راه روم، از بدی نخواهم ترسید، زیرا تو با من هستی، عصا و چوب دستی تو مرا تسلی خواهد داد. سفره‌ای برای من به حضور دشمنانم میگسترانی، سر مرا به روغن تدهین کردی و کاسه‌ام لبریز شده. هر آینه نیکویی و رحمت تمام ایام عمرم در پی من خواهد بود و در خانه خداوند ساکن خواهم بود تا ابدالآباد. همون شروع این مزمور این کلمه که خداوند شبان من است، این خداوند حکایت از خدایی میکنه خودشو یهوه یا معرفی میکنه. هستم آنکه هستم، خدایی که همیشه در همه حال برای ما حاضره.
و میبینید میگه شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. به این فعل هایی که اینجا هست دقت بکنیم. خدا همیشه در زمان حاله. جالبه که میگه این خداوند همیشه حاضر شبان منه. اگر داوود مینوشت خداوند شبان است یا خداوند شبانی است، یک شبان است، و یا خداوند آن شبان است، منظور یه شبان خاص، هیچ کدوم این جملات غلط نبود. ولی روح خدا داوود رو هدایت میکنه، میگه خداوند شبان من است، شبان شخصی من. مژده به همه عزیزانی که در این مورد شاید فکر کنن که خدا اینا رو ترک کرده، کسی به فکرش نیست. نه، خداوند شبان شخصی شما هست. حالا این که میگه که شبان من است، داوود میدونست راجع به چی داره حرف میزنه، چون خودش از سابقه شبانی میاد و میدونه که خصوصیات یه شبان چی، از رابطه شبان و گوسفند کامل آگاهی داره. خب گوسفند یه حیوان بی‌دفاعیه و واقعا حتی تا آخرم که میخوره متوجه نمیشه که سیر شده، هیچ گونه وسیله دفاعی هم نداره. خیلی بخواد از خودش دفاع کنه یه دستشو ببره بالا که شبان بیاد و کمکش کنه. نه چنگال داره، نه شاخ داره، نه نمیدونم نیش داره، چیزی نداره از خودش دفاع کنه. خیلی حیوانیه که شدیداً به مراقبت ویژه احتیاج داره. نکته قابل توجه این که شبانه که گوسفند رو میخره. مسیح با خون خودش، با زندگی خودش، اینطوری که رسالات پولس میگه و همینطور خودش میگه، ماها رو خریده. ما حقیقتا سند مالکیت ما با خون مسیح امضا شده، ما رو خریده. دومین چیزی که هست، همونطور که گفتم، به عنوان گوسفند ما احتیاج به مراقبت ویژه داریم. یکی از این چیزایی که کار شبانی است، قسمت عمدهش مراقبته، مراقبت و محافظت. و داوود میدونسته که شبانی شامل چه کارهایی هست. اقرار میکنه که او شبان منه. وقتی ما کلمه شبان رو میبینیم، شاید این تصویرهای سنتی یا تو فیلم ها، کتاب ها دیدیم، میگه که این فکر رو داریم که یه شخصی با یه چوب، یه عصایی جلو افتاده، عصاش پشتشه، یه چند تا شاخه دستشه، یه نی هست و نمیدونم چیز، جلو رفته و این گله دنبالش هست. و اغلب ما میبینیم که با آواز، با نواختن نی، در واقع به گلهش این اطمینان رو میده من هستم. حتی وقتی خودش یه جایی میشینه، گله داره میچره، میبینیم نمینوازه. این داره به گوسفندان این اطمینان رو میده که حواسش هست، من هستم، و اینا رو راهنمایی میکنه. ما میدونیم که شبان مراقبت سلامتی و امنیت گوسفندان رو داره، برای اونها امنیت فراهم میکنه، حواسش به آب و غذا و سلامتیشون هست، دنبال علفهای تازه هست براشون، همینطور چراگاه خوب. این خداوند همیشه حاضر آب و نون و سلامتی رو برای ما فراهم میکنه. بی خود نیست برمیگرده میگه محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. واقعا گوسفند احتیاج نداره به فکر غذا و آب و نون و نمیدونم علف و چیزش باشه، چون حقیقتا شبانه که داره این کار رو براش انجام میده. و ما این جنبه شبانی خدا رو از همون زمانی که قوم از مصر بیرون اومدن، شروع این سفر، البته همیشه بوده ولی به شکل آشکار، به شکل مافوق طبیعی، ما میبینیم این قسمت شبانی خدا رو که چطور در طول این راه اینا رو مراقبت میکنه، در شب به شکل هدایتشون میکنه، بله، ستون آتش، بله که اینو مفصل ما در این قسمت چیز قوم در بیابان این رو میبینیم. کلام خدا حتی میگه که لباس و کفششون تو تنشون مندرس نشد، پاره نشد. این لباس، این معجزه است خودش. لباس تو تنشون رشد کرده، کفش تو پاشون بزرگ شده و پاره نشده. شب و روز از هر خطر اینا رو مراقبت کرد. ما انجیل یوحنا، عیسی خودش رو شبان نیکو میخونه و خصوصیات شبانی رو میبینیم که میگه حاضر جان خودش رو برای گوسفندان بذاره. در واقع این شبان، چه اون چیزی که داوود در مزمور 23 میگه و چه اون چیزی که عیسی در انجیل یوحنا باب 10 میگه، شباهت شبانی در واقع نشون داره میده که اولا این شبان شخصیه. میگه گوسفندان من آواز منو میشناسن و خودش میگه من گوسفندان خود رو به نام میشناسم. در واقع داره میگه که خود همین این آیه رو داره تفسیر میکنه.
خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. شبان رابطه شخصی، یه رابطه عمیق، دو طرفه، رویارو، اینطوریه. و اگه ما بخوایم مثلا این سوال رو مطرح بکنیم، از من نوعی شما بپرسن بگن که در درجه اول خب خدا برای شما کی میشه؟ در یه جمله برای ما بگه. اغلب ما میگه خدا نجات دهنده است، خدا پدره، خدا نمیدونم محبت، قیامت، حیات، اینه اون. کمتر ما به مسئله شبانی برمیگردیم میگیم پسر خداست، از این حرفا میایم میدیم. درسته نجات دهنده ما از گناهان هست، بخشیده همه، ولی واقعا من البته با این که با همه این جوابها موافقم و کاملا هم موافقم، ولی وقتی که میگم او شبان منه، یعنی این اون جلو میفته. شما شبانی رو نمیبینید که جلوی گله را نره. گله رو وقتی اسکان داد دارن میچرن، آره پیش میاد که دور و بر میچرخه و از عقب هست و مراقبت داره میکنه، ولی برای هدایت گله جلو میفته. اون جلو میفته، گوسفندا هم کله رو میندازن. گاهی وقتا ما یه تکه کلام هم داریم تو فارسی، میگه طرف این گوسفند کلهشو میندازه، همینجور راهو میگیره میره بدون اینکه دقت کنه. واقعیت که اینه که اینجوری داریم ما دنبال خدا میریم و خدا جلو میره، ما دنبالش. وقتی میگه نجات دهنده یا منجی، در واقع این قسمت رو داره چیز میکنه که حقیقتا خداوند ما مثل شبان جلو افتاده، ما دنبالش هستیم. وقتی که نمیخوایم این ادعا رو بپذیریم، داریم میگیم که نه من جلو میافتم تو دنبالم، یا در حالی که عکس این قضیه است. او جلو افتاده، ما دنبالش در واقع. آمین. پس در حقیقت باید اجازه بدیم که خداوند جلو حرکت کنه و ما پشت سر رو. بعضی موقع ها ما به خداوند میگیم که ما جلو میریم شما پشت سر، فقط اگه جای اشتباه شد تو به من بگو، من اشتباهی مسیر رو این برانور نرم. بله. ولی لویز جان اگه اجازه بدید به همراه بیننده ها بریم یک استراحت کوتاهی بکنیم و خیلی زود برمیگردیم. مبحث شبان نیکو رو با شما عزیزان ادامه خواهیم داد. با ما همراه باشید. خوش آمدین عزیزان به برنامه گام بعدی. در خدمت شما هستیم همراه خواهر لویز عزیز. امیدوارم که تا اینجای برنامه برکت گرفته باشید. قبل از اینکه بریم استراحت کوتاه بکنیم برگردیم، داشتیم در رابطه با شبان نیکو صحبت می‌کردیم که مسیح میگه من شبان نیکو هستم و در آخرای صحبتمون رسیدیم به این موضوع که بعضی مواقع پیش میادش که به جای اینکه ما اجازه بدیم که خدا میگه من شبان نیکو هستم و او جلو حرکت کنه، ما پشت سر او حرکت کنیم، بعضی مواقع در زندگی ما جلو میریم و به خداوند میگیم که تو پشت سر ما بیا. یا به زبون خیلی ساده تر این که بعضی موقع ما میخوایم بشینیم پشت فرمون و به خدا میگیم شما بشین بغل دست من رانندگی میکنم، این یا این سکان این کشتی دست من میرم، شما فقط از کنار مواظب باش. ولی اصلا اینطور نیست. ما باید بنشینیم کنار، سکان و فرمون زندگی رو بدیم دستان خداوند، او حرکت کنه و ما پشت سر او حرکت کنیم. لویز جان جالب گفت. جالب گفتید. یه جورایی اینی که صحبت میکردید این که به خدا بگم خب حالا شما اینجا بشی، هر جا من میخوام شما خدایی. هر جا خواستم شما خدایید. واقعیت اینه که بله داشتیم میگفتیم که احتیاج داریم که به عنوان شبان او جلو بیفته، ما دنبالش بریم. وقتی که همچین خدایی شبان ما هست، مسلما با اطمینان میتونیم بگیم محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. در این که برای ما فراهم میکنه شکی نیست. او شبان منه، بهترین مرتع رو برای من فراهم میکنه و میگه که این شبان نزد آبهای راحت منو رهبری میکنه، نزد چشمهایی که خطری برای جانم نیست. شبان وقتی چشمه رو انتخاب میکنه میدونه کجا بره که شیر، گرگ، حیوان درنده‌ای نباشه اونجا. مبادا این برای اینکه یکی دوتا گوسفند که نیستن، تعداد بزرگی رو با خودشون میبرن که خطری برای جان
گوسفند نباشه. آبهای راحتی برای من فراهم میکنه که من بتونم بنوشم و استراحت کنم، تر و تازه بشم، آروم بگیرم و به آرامی خدا وارد بشم. بعد دوباره باز در همین مزمور میگه جان مرا بر میگرداند. یه آیه بسیار جالبی در مزمور 19 است، میگه که شریعت خداوند کامل است و جان را برمیگرداند. وقتی در این ارتباط دو طرفه قرار میگیریم و اجازه میدیم او جلو بیفته، شبان ما باشه، حقیقتا اون تازگی رو به جان ما میفرسته. این شبان نیکو هر کاری رو خواهد کرد که من نوعی با کلامش هر روز تازه باشم. هر روز برای من کلام اطمینان رو داره، کلام شستشو رو داره، اونطوری که افسوسیان باب 5 این مسئله رو مطرح میکنه. شستشو میگه به غسل، ما رو با کلام خودش غسل میده و اینطوری باشه. پس بنابراین خیالم راحت. ما یه تابلوی تو خونه داریم، یه دوست کره اینو به ما هدیه داده، یه گوسفند بره است، اینجوری دستشو پشت گذاشته، پا رو پا انداخته، لم داده تو مزرعه. بعد این رو بالاش به کره‌ای نوشته که خداوند شبان من از محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. این کاملا این تصویر گویا هست که این خیال این گوسفند راحت که شبان من به فکر همه چیزم هست، من چرا چیز کنم، پا رو پا انداخته. خیلی در این که خنده کمیک این چیز، ولی واقعا گویای این قسمت از دل خدا هست که برای ما مثل شبان حقیقتاً همه چیز رو فراهم میکنه، مخصوصا امنیت، مخصوصا تر و تازگی. باز میگه به خاطر نام خود، این خیلی کلیدیه، به خاطر نام خود منو به راههای عدالت هدایت میکنه. ما در خروج باب 23 یک باب جالبی داریم بین موسی و خدای صحبتی هست. خدا به موسی میگه که موسی یک تفره میرفت، نمیدونم لکنت دارم، حالا چجوری برم، چی بکنم، اگه تو نیایی من نمیرم. یه چک و چونه میزد با خدا. آخرش خدا به موسی اینطور گفت من یه فرشته پیش روی تو میفرستم تا تو رو تو راه محافظت کنه، به اون مکانی که برات مهیا کردم تو رو برسونه. ازش با حذر باش. یه اخطار هست اینجا، میگه ازش با حذر باش، آوازشو بشنو و از او تمرد نکن، چون که گناهان شما را نخواهد آمرزید، چون که نام من در اوست. در واقع داره میگه فرشته خدا رو دارم، خدا رو دارم میفرستم جلوتون بره. روح خدا، فرشته خدا، اسم خدا بر اوه. میگه به خاطر نام خودش منو به راههای عدالت و اون شأنی که در اسم و شخصیت خدا هست، خدا ما رو به راههای عدالت رهبری میکنه. این نیست که عدالت من باشه، عدالت مسیحه که عدالت من شده. عدالت مسیحه که عدالت من شده، چون که نام خدا بر اوه. میبینیم که این فرشته که نام خدا بر اوه چطور قوم رو هدایت میکنه و چه عکس العمل‌های قدوسیت از خودش نشون میده. جایی که لازم بود قدوسیت میزد. برای اینه که میگه که با حذر باش، مواظب باش. همچین هم شوخی بردار نیست، سرسری نگیر. حالا خدا رو شکر ما در دوره فیض زندگی میکنیم، اینطور نیست، ولی واقعیت اینه که خدا قدوسه. این خدای قدوس ما رو به خاطر اسم خودش به راههای عدالت هدایت میکنه. دقیقاً این شبان نیکو به موقعش که برسه تنبیه هم میکنه. بله 100%. دقیقاً مثل شبانی که گوسفندانش رو میبره، اگه این گوسفند سرپیچی بکنه یه بار دو بار اینو به گله بیاره و باز ببینه شیطنت میکنه، داره بیرون از گله میره و براش خطر داشته باشه، پای اونو یا یکی از دستان اون رو میشکنه این شبان. و موقعی که میبره و اونجا ولش نمیکنه، این کار انجام میده. من اینو توی یه فیلم دیدم، خیلی برام جالب بود. وقتی دست این گوسفند رو شیکوند، از بس شیطنت میکرد. موقعی که داشتن برمیگشتن به آخر، گوسفند رو انداختش روی شونه خودش، 2 تا دست و 2 تا پاش اینجا بود. یعنی حتی قسمت کثیف گوسفندم بود افتاده بود روی گردن این شبان و داشت اینو با خودش میبرد. بردش، آتل بست دست اینو، تیمارش کرد، مواظبتش کرد، هر روز مواظبتش میکرد. اون میمون، بقیه گله میرفتن ولی همه چیشو مهیا میکرد، براش آماده بود. و وقتی دوباره خوب شد برگشت، این گوسفند توی گله و یکی از مطیع ترین گوسفندان اون گله بود و دیگه
نمیرفت و این کارو کرد به خاطر اینکه جانش رو حفظ کنه در مقابل خطرات و حیواناتی که ممکنه اونو بخورن. کلام خدا هم میگه هر کی رو دوست میدارم تنبیه میکنم، برای اینکه برای خدا مهمه، به عنوان پدر، به عنوان شبان مهمه که ما در چه وضعیت قلبی هستیم. یک این که داشتیم در مورد اسم خدا میگفتیم نام من در اوه، اگه به خاطر این فرشته خدا بود که میگه که ترس اسرائیلیا، ترس قوم بر تمام قوم‌های اطراف، کشورهایی که دور و بر بودن، میگه به خاطر این فرشته ترس اینها بر تمامی قوم ریخت، بر اطرافیان ریخت. یه آیه جالبی هست میگه چون در وادی سایه موت نیز راه روم، از بدی نه زیرا تو با من هستی. این وادی سایه وادی موت در واقع عملا وجود داره، بین دو تا دره هست، سایه هست. اصل وادی موت نیست، سایه است، برای اینکه سایه‌ای که این کوه روی چیز میده، اغلب هم دزدا اونجا هستن و بودن، یعنی اون زمان چیز به شکل فیزیکی اسم یک محله. خدا رو شکر من همیشه میگم که وادی سایه موته، سایه است، اصل موت نیست. و سایه ما میدونیم که در حضور نور تشکیل میشه. اگه نور نباشه سایه ای نیست، درست؟ نور نباشه تاریکیه، سایه نیست. خب سایه در حضور نور تشکیل میشه و زمانی که مسیح از دره مرگ رد شد، این سایه رو به خودش گرفت و امنیت رو برای ما فراهم کرد. میگه حتی اگر تو این سایه هم راه برم من نخواهم ترسید، چون تو با من هستی. تو این مسیر رو رفتی، تو پیروز شدی، پیروزی تو مال منه. اگه سایه هم هست، حقیقتا در حضور نور آفتابه که تولید میشه. به اصطلاح ما در درد و مشکلات به نظر میرسه که بهتر رشد میکنیم، بهتر اطاعت میکنیم. مثالی که زدید از این مسئله، میگه تو با من هستی. بعد میگه که عصا و چوب دستی تو منو تسلی میده. دیدید این چوب دستی شبانان یک گردی خاصی داره و نوکش یه خورده اینطور برآمده است. این یک هدفی است برای این. وقتی که میخوان شب اینا رو ببرن آغل، شبان اون بالا وامیسته، اینطور این شکلیه، یه در داره، در رو بالا میبره، دونه دونه گوسفندان رو رد میکنه خیلی سریع. این با این عصا گردن گوسفند اینجوری میگیره، با اون نوکه تیزی یه دور اینطوری میره تو پوستش، ببینه شپش داره، چیزی بهش چسبیده، آفتیه، حشره، یه چیزیه، سلامتی گوسفند رو چک میکنه اینطوری و اگر خوبه میفرسته تو، اگر بده میگه اینو جدا میکنه، در یه آغل دیگه میذاره که گوسفندای دیگه این مصری نباشه و مریض نشن. بنابراین این حواسش به سلامتی ما هست. فکر این هست که حتی رو پوست ما شیپشی کربی چیزی هست یا نه، یا اینکه ما میبینیم که بینی به اصطلاح از بینی گوسفنده و از گوششه که حشره وارد میشه یا کرم وارد میشه و این رو به اصطلاح از سر مسموم میکنه یا عفونی میکنه. اینجاست میگه که سر مرا به روغن تدهین میکنه. اینه که میگه که این روغن رو میمالن به تمام سر، به گوش، به اطراف بینی که این کرم یا حشره اگه بخواد وارد بشه عفونی بکنه، این لیز بخوره بیفته پایین. ببینید تا کجا شبان، تا کجاها فکر میکنه. چیز جالب دیگه ای هم که میگه سفره‌ای برای من به حضور دشمنانم میگسترانی. این جایی هست که دارن آب میخورن یا بهشون علف میده، دور تا دور گرگه. شبان مراقبه، حواسش هست که اگه گرگ بخواد به گله بزنه پاره میکنه گرگ رو یا هر خطر دیگه. چشمان خداوند، کلام خدا میگه در تمامی جهان گردش میکنه. این یعنی شبان که در تمامی جهان گردش میکنه، خطری برای من و شما باشه حواسش هست. و بعد باز در جایی که گفت که سر مرا به روغن تدهین کرده، میگه کاسم لبریز شد. یعنی دیگه اینقدر این مراقبت، این برکت، این غذا فراوونه که دیگه از گنجایش من رفته. مثل اون عکسی که خونمون گوسفند لم میده پا رو پا، خیالش راحت، برای اینکه کاسه لبریز شده. یه آیه جالبی رو بگم که آخر این آیه هست، میگه هر آینه نیکویی و رحمت تو دنبالم خواهد بود. شما این تصویر رو بگیرید. بعد برای اینکه این آیه یه تصویری داره، میگه و در خانه خداوند ساکن خواهم بود تا ابدالآباد. اگه اینجا خانه خداست، من قراره اینجا ساکن بشم، به این مسیر دارم میرم، شبا منو داره میبره به خانه خدا. میگه که رحمت و نیکویی خدا دنبالمه.
این تصویر رو بکنید که این داره رحمت و نیکوییه که داره این گوسفند رو میبره به خانه خدا. در واقع ما ساندویچ شدیم بین خانه خدا که دل خدا باشه، سکونت خدا باشه، امنیت خدا و رحمت و نیکویی خدا که دنبال ما داره میاد. چه تصویر زیبایی از این شبان، شبانی که میگه که جان خود رو در راه گوسفندامه و بالاتر از همه میگه ما رو به نام میشناسه. من کیف میکنم با این آیه. من مخصوصا این آخرش من حسابی لذت بردم. هم خانه خدا هم رحمت خدا بین ماست. میخوام شما عزیزان رو دعوت بکنم، کسایی که هنوز طعم این خدای زیبا، این شبان نیکو رو نچشیدن، اگه امروز آماده اید قلبتون رو بسپرید به او، این کار رو میتونید انجام بدید. این خدایی که واقعا نیکوست، شبان نیکوست و تا به ابد در خانه او ساکن خواهید بود و رحمت و نیکویی او تا به ابد دنبال شما خواهد بود. ممنون لویز جان، خدا شما رو برکت بده و ممنون از شما بینندگان عزیز که ما رو تا به اینجا همراهی کردید. شما عزیزان رو تا برنامه بعدی به دستان خدا میسپارم. تا درودی دیگر، بدرود.